امروز بریم آموزش خرد کردن ماهی دودی رو یاد بگیریم. با من همراه باشید. من ماهی دودی ها رو در آوردم از تو سبد قشنگمون، اینجا میذارم، شروع میکنم به خرد کردن ماهی رو ما میایم یا از طرف دم یا از طرف سر. دمشون برش میدم دور میذارم، میندازم دور. برش به این صورت ماهی رو ما میدیم، چند تا تیکه میکنیم، همه رو آماده که کردیم تو بسته‌های کوچیک میذاریم، داخل فریزر میذاریم. خب اینا رو به این صورت اضافه هاشم میبریم. میتونیم وسطش هم آماده درست کنیم که فقط توی کاسه میذاریم، روی بخار برنج میذاریم، آمادش میکنیم. من همه رو یکی یکی به این صورت آماده میکنم. خب این ماهی ها رو ما از وسط اینجا به این صورت میتونیم ما برش بزنیم که راحت تره. به این صورت آماده میکنیم که هر وقت خواستیم یه تیکه رو داخل روی برنج توی کاسه میذاریم. این آشغالاش هم میبرم، ماهی رو از اینجا که استخونش هم خورد نشه. به این صورت میتونم تیکه های کوچیک در بیارم که روی برنج بذاریم. این اضافه هاش هم میکردم. این خرد کردن ماهی دودیه. من همه رو بسته میکنم، جاییم که کثیفه در میارم. ولی وقتی که از تو فریزر در میارم حتما یا آب میزنم. این ماهی دودی ما من داخلش دیدم خاویار داره، یعنی ماده است. خاویاراشو در میارم که بعدا میتونیم با برنج بخوریم. برنج سرد و باحالی و گردو. این خاویاراشو در میارم، دوباره ماهی رو برش میزنم. خب این قسمتاشو من تمیز میکنم، اضافه هاشو در میارم، یه برش کوچیک میزنم به این صورت. بعد میذارم تو کیسه فریزر داخل یخچال. هر موقع خواستم یه بسته رو در میارم، به این صورت تو کاسه میذارم، روی برنج که داره بخار میکنه میذارم بخار کنه. یه دونه دو تا تو هر کدوم بسته، یا 2 تا یا 3 تا میذارم. بعد اینا رو بسته بندی میکنم، یه داخل یه نایلون دیگه هم باز میذارم که بو نگیره فریزرم. داخل فریزر میذارم، هر وقت خواستم یه دونش رو در میارم، قشنگ زیر آب میشورم. بعد داخل این کاسه ها میذارم، روی برنجمون که دیگه داره کت از دم میکشه میذارم با بخار برنج پخته بشه. و همین راحتی ماهی دودی ما آماده میشه. خب من این ماهی دودی ها رو که خرد کرده بودم یه مقدارش رو شستم، تمیز کردم، تو کاسه گذاشتم، وسط برنجم رو گرد کردم. وقتی که آب برنجم تموم شد وسطش رو گرد کردم، داخل قابلمه میذارم. 20 دقیقه دیگه برنج ما آماده است، ماهی دودیمون هم آماده است.